در ناحیه جلال‌الدین بلخی در زمینه تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گشتن برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق زیاد گردیدن نشانداد استحصالی و تحکیم قسم درآمد بودجه دولتی در 3 ماه اول سال روان رشد اقتصادی و اجتماعی تامین گردیده است. عین زمان در ناحیه در دایره وسعت کارهای آبادانی بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد بیش از 240 عدد انشاءات‌های گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده. تا امروز قسم زیادی آن ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. حالا ما امکان داریم با همکارمان مرحبا رمضانزاده که در مرکز ناحیه جلال‌الدین بلخی قرار دارند در تماس شویم. مرحبا. تشکر همکاران عزیز. 33 سال صاحب استقلالی مملکت برای ملت تاجیک زندگی آسوده و آسایشته را فراهم آورد و در این دوره در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز به یکی از ناحیه‌های زیبا و نظرربا تبدیل یافته است. بینندگان ارجمند، حالا هم صحبت ما هستند سرمعمار ناحیه جلال‌الدین بلخی سعید شکروف. در ناحیه جلال‌الدین بلخی امروز چند کارخانه صنعتی فعالیت می‌کند و تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چند دیگری آن در عرفه انجام یابی است و فعالیت کارخانه‌های صنعتی در ناحیه به پیشبرد ساکنان ناحیه چه تأثیری می‌رساند؟ در ناحیه جلال‌الدین بلخی تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 10 عدد کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده است که عین زمان تا حالا در 3 ماه اول سال 2025 3 عدد کارخانه صنعتی به استفاده داده شد و نگفته نمانیم که در نیم ساله سال 2025 باز 4 عدد کارخانه صنعتی از آن جمله کارخانه زواد آردبراری، کارخانه مکرونبراری و استحصال خلطهای پلی‌اتیلنی به استفاده داده می شود. در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی باز 7 عدد کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شد که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. امروز سهم صاحبکاران وطندوست ناحیه در ساختن انشاءات‌های ناحیه چگونه است؟ در روند کارهای آبادانی و سازندگی چگونه است؟ خرسندی آور است که در ناحیه جلال‌الدین بلخی با تشبث صاحبکاران محلی یک قطار بنا انشاءات یعنی که انشاءات‌های بناهای بسیار آشانه از 5 تا 9 آشانه، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، بنگاه‌های طبی و همچنین در ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شدند که ناحیه را زیبا گردانده است. در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 340 عدد بنا انشاءات به نقشه گرفته شده است. از آن جمله در سال 2022 32 عدد بنا انشاءات، در سال 2023 131 عدد، در سال 2024 باشد 91 عدد و در 3 ماه 2025 باشد تا حالا 12 عدد بنا انشاءات ها از آن جمله بناهای بسیار آشانه در سالهای 24-25 7 عدد به استفاده داده شد. ساحه تندرستی 12 عدد و نگفته نماند که در ناحیه جلال‌الدین بلخی تا امروز برای جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 17 عدد بناهای علاوگی که 113 سیمخانه علاوگی را در بر میگیرد که 5800 خواننده در 2 بست تعلیم میگیرد. خیلی که به مشاهده میرسد امروز راه‌های داخل ناحیه جلال‌الدین بلخی از نوسازی شدند و میخواهم بگوید که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چقدر راه دیگر برای تعمیر به نقشه گرفته شده است؟ در ناحیه جلال‌الدین بلخی راه‌ها یعنی که تجدید و از نوسازی راه‌ها به استفاده داده شد. از آن جمله فرش‌کنی 22.6 کیلومتر، سنگ فرش‌کنی 26.8 کیلومتر، شاراخ‌کنانی 3.8 کیلومتر و نگفته نماند که در ناحیه 10 عدد پل‌ها به استفاده داده شد. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باز 12 کیلومتر راه‌ها یعنی که فرش‌کنی و سنگ فرش‌کنی به نقشه گرفته شده است. تشکر زیاد.
بینندگان ارجمند همصحبت ما بودند. سعید شکورов، سرمعمار ناحیه جلالالدین بلخی.